خب این پل صلح هستش که قسمت اولد سیتیو که از اینجا مردم میبینین به قسمت در اصل جدید یا نیو سیتی تفلیس رو به هم وصل میکنه. پلی هستش که در زمان حالا توافق شوروی با گرجستان، حالا وقتی توافق انجام شده بعداً ساخته شده و خدمت شما عرض بکنم پل جذابیه، پل قشنگیه، مخصوصا تو شب که چراغاش روشن میشه خیلی جذابتره. این وسط هم یه حالت رودخونه داره بهتون نشون میدم و وسط هم اونجا هم نگاه کنید پله هستش که کسایی که اون وسط اتوبان هستن میتونن وارد پل بشن. خب خب بچه‌ها در شب شما مشاهده میکنید پل صلح رو که چراغاش هم الان خاموش روشن میشه و این ورم که می‌بینید تاریک شد روشن شد. این ورم یه حالت رودخونه‌ایه که ازش قایق رد میشه و از این داستان‌ها زیباست. روشن شد. کل گرجستان هم پل سگه، هر جا بری سگه، عجیبه، همه سگا هم نشن. این اونو بو میکنه، جالبه. اونم که مامان گرجستانه.